ابراهیم علیه السلام پس از آن که از عراق هجرت کرد و آزمایش سخت عراق را که همان انداختن ابراهیم بود در آتش پشت سر گذاشت و در وسط راه مجدد هنگامی که عبور میکرد به سمت شام مورد آزمایش قرار گرفت تا اینکه آمد به سرزمین شام رسید و الله تعالی ابراهیم علیه السلام را مقام والایی داد و درجه بسیار بزرگی به ابراهیم عنایت چون آزمایشات الهی را یکی پشت سری و موفقیت پشت سر گذاشت و دستور الله تعالی همین بود که حضرت هاجر و اسماعیل را در مکه بیاره که اینجا یک مرکز بزرگی تاسیس می شود و راندازی می شود و یک مرکز بزرگ دینی دیگر در سرزمین های شام و فلسطین برقرار بشود و در برنامه های این بود که اونجا بیت المقدس تعمیر میکند و اینجا بیت الله بعد از این ابراهیم علیه السلام بعد از آزمایش گذاشتن حضرت هاجر و اسماعیل اینجا که آزمایش سنگین و سختی بود و از اون آتش کمتر نبود و آزمایش دیگری که ذبح حضرت اسماعیل هست این آزمایش موفق شد و پشت سر گذاشت و کامیاب شد و الله تعالی دستور داد که ابراهیم علیه السلام خانه کعبه را تعمیر بکنه و محل خانه کعبه را الله نشان داده بیت الله را به حضرت ابراهیم و فرموده که اینا شما اینجا بیت الله را تعمیر و این خانه را حضرت ابراهیم علیه السلام و کمک حضرت اسماعیل و هاجر تعمیر و پدر و پسر سنگ می آوردند و حضرت اسماعیل سنگها را به دست پدر می داد و معمار پدر بود حضرت ابراهیم که قرآن عظیم الشان نقل میکنه و ایذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت حضرت ابراهیم اساس بیت الله الحرام کعبه مشرفه را بلند داشت میکرد و میستاد سنگای بزرگی گذاشته بالای سر و تعمیر کرد و وقتی که تعمیر بیت الله تمام شد الله تعالی به ابراهیم دستور داده که دنیا را ندا بکنه که بیایید به حج بیت الله الحرام و اون زمانه اینجا چند تا خانوار آمده بود در کنار حضرت هاجر و اسماعیل اینجا و آب زمزم می پوشیدن و اینجا زندگی میکرد دیگه کسی نبود و ابراهیم علیه السلام اعلام کردن الله فرمود که اعلام تو بکن از تو و رسوندن صدای تو به همه جهانیان کاری من و صدای ابراهیم از اون روز شنیده شد تا امروز و این حج بیت الله الحرام اینجا راه اندازی شد و حج الله تعالی راه انداز که یکی از بزرگترین ارکان دینی و از زمان ابراهیم علیه السلام به بعد مخصوصا
یکی از پایه‌های بزرگ دین دنیا است و این جریان داره تا قیامت این صدای ابراهیم ادامه داره و همه مردم اینجا که لبیک میگویند دنیایان همون صدای ابراهیم را جواب دیدن. لبیک یعنی من حاضر خدمتی پروردگار.